سوره قصص یعنی داستان در مکه نازل شده است و از 88 آیت عبارت است. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشاینده مهربان. طاسیم میم. تا سین میم. تلك آیات الكتاب المبین. این آیت های کتاب روشن است، یعنی قرآن مجید بیان می کند حق را از باطل و نمودار می سازد، راه راست را از کج و راه سعادت دنیا و آخرت را برای انسان ها نشان می دهد. نتلو علیک من نبأ موسی و فرعون بالحق لقوم یؤمنون. برای آنهایی که به این قرآن ایمان می آورند داستان راستین موسی و فرعون را بر تو می خوانیم. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. فرعون در آن سرزمین مصر برتری جست و مردمش را گروه گروه ساخت. گروه را یعنی بنی اسرائیل خار می داشت و پسرانشان را می کشت و زنانشان را زنده می گذاشت که هر آینه او از فسادکاران بود. و نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. و می خواهیم بر آنان که در زمین ضعیف و ناتوان قرار داده شدند منت نهیم و آنان را در خوبی ها پیشوا سازیم و بعد هلاک فرعون و قومش آنان را وارث زمین سازیم. و نمکن لهم فی الارض و نری فرعون و هامان و جنودهما منهم ما كانوا یحذرون. و آنها را در آن سرزمین یعنی مصر و شام آبرو و قدرت بخشیدیم و به فرعون و هامان یعنی وزیر فرعون و لشکریانشان چیزی را که از آن می ترسیدند نشان دهیم، یعنی می ترسیدند از رفتن ملکشان و بدر شدنشان از دیارشان به سبب تولد موسی علیه السلام. و اوحینا الی موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. و به مادر موسی وحی کردیم که او را شیر بده و اگر بر او ترسیدی به دریای نیل بیانداز و مترس و غمگین مشو. او را به تو حتما باز میگردانیم و او را از پیامبران قرار میدهیم. فالتقطه آل فرعون لیکون لهم عدوا و حزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. پس هنگامی که مادر موسی را در صندوق نهاد و به دریا افکند یاردمچی های فرعون را از آب برگرفتند تا سرانجام دشمنی آنان و مایه اندوهشان گردد. هر آینه فرعون و هامان و لشکریانشان خطاکار یعنی
مشرک بودند. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. و زن فرعون یعنی آسیا برای فرعون گفت این طفل مایه شادمانی من و توست، او را مکشید. شاید به ما نفع برساند یا او را به فرزندی گیریم. و آنها حقیقت حال را نمیدانستند که هلاکیشان از دست آن طفل است. و اصبح فؤاد موسی فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. و دل مادر موسی از همه چیزهای دنیا خالی گشت بجز غم موسی، و اگر دلش را قوی نکرده بودیم که از مؤمنان باشد، نزدیک بود که آنچه در دل داشت آن را آشکار کند. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. و هنگامی که مادر موسی را به دریا افکند، به خواهر او گفت از پی او برو. و خواهرش او را از دور میدید، حال آن که آنها یعنی قوم فرعون نمیدانستند که او خواهرش می باشد. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. و پیستانی همه زنانی شیرده را پیش از برگشتنش به سوی مادرش بر او حرام کرده بودیم. خواهرش گفت آیا می خواهید شما را به خانواده راهنمایی کنم که او را برایتان شیر دهد و نیکو تربیه کند و آنها برای او نیک خواه باشند؟ فرددناه الى امه کی تقر عینها ولا تحزن ولتعلم ان وعد الله حق ولكن اکثرهم لا يعلمون. پس موسی را نزد مادرش برگردانیدیم تا چشمان آن زن از دیدار طفلش روشن گردد و غمگین نباشد و بداند که البته وعده الله حق است که فرزندش را به او باز میگرداند و به پیامبریش میخواند. ولی بیشتری مردم حق بودن وعده الله را نمیدانند. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. و چون موسی به کمال رشد خود رسید، یعنی از نظر قدرت و عقل و خیرت به حد کمال رسید و برومند شد، او را حکمت و دانش دادیم و نیکوکاران را چنین پاداش میدهیم. و دخل المدینة على حین غفلة من اهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. بخبر از مردم شهر به شهر داخل شد. ناگهان دو تن را دید
که با هم می جنگیدند. یکی از آنها از پیروان او بود و دیگری از دشمنانش. پس آن که از پیروانش بود بر ضد آن دیگر که از دشمنانش بود از او یاری خواست. پس موسی مشتی محکم بر او زد و او را کشت. گفت این کار شیطان بود، هر آینه او دشمنی گمراه کننده آشکار است. قال رب اینی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر له انه هو الغفور الرحیم. موسی گفت ای پروردگارم، هر آینه من به خود ستم کردم، مرا بیامرز. پس الله او را ببخشید. البته او آمرزنده گناه ها و با بندگانش مهربان است. قال رب بما انعمت علی فلن اکون ظهیرا للمجرمین. موسی گفت ای پروردگار من، به شکرانه نعمتی که بر من عطا کردی، پس هرگز پشتیبان گناهکاران نخواهم شد. فاصبح فی المدینة خائفا یترقب فاذا الذی استنصره بالامس یستصرخه قال له موسی انک لغوی مبین. پس موسی در شهر ترسان و چشم براهی حادثه شب را صبح نمود. ناگهان دید که مرد که دیروز از او مدد خواسته بود باز هم او را فریاد میزند و کمک میخواهد. موسی به او گفت هر آینه تو گمراهی آشکار هستی. فلما ان اراد ان یبطش بالذی هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. پس هنگامی که موسی خواست به کسی که دشمنی هر دوی آنها بود حمله برد و بزند، او فریاد زد و گفت ای موسی، آیا میخواهی همچنان که دیروز یکی را کشتی مرا نیز بکشی؟ تو میخواهی که در این سرزمین ظالم باشی و نمیخواهی که از صالحان باشی؟ و جاء رجل من اقصى المدینة یسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. مرد از دوردست شهر دوان آمد و گفت ای موسی، سرداران قوم فرعون درباره تو مشورت میکند تا تو را بکشند. از این شهر بیرون برو، من هر آینه خیرخواهی تو هستم. فخرج منها خائفا یترقب قال رب نجنی من القوم الظالمین. پس ترسان و نگران از شهر بیرون شد. گفت ای پروردگار من، مرا از قوم ستمکاران نجات بده. ولما توجه تلقاء مدین قال عسى ربی ان یهدینی سواء السبیل. وقتی که موسی قصد به سوی شهر مدین کرد، بیرون از وطن فرعون شده گفت امید است که پروردگار من مرا به راه راست رهبری کند. شهر مدین در جنوب
فلسطین قرار دارد. ولما ورد ماء مدین وجد علیه امة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. چون به آب چاه شهر مدین رسید، گروهی از مردم را دید که چارپایان خود را آب می دهند و در کنار آنها 2 زن را دید که گوسفندان خود را باز می دارند و به چاه نزدیک نمی شوند. موسی گفت شما چی می کنید؟ چرا گوسفندان خود را آب نمی دهید؟ گفتند ما آنها را آب نمی دهیم تا آنگاه که چوپانها باز گردند و بروند که پدر ما پیری کهنسال است و توانایی این کار را ندارد. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. پس موسی برای گوسفندان آن 2 زن آب داد، سپس به سایه درخت بازگشت و گفت ای پروردگارم، من به تحقیق به آن نعمتی که برایم میفرستی محتاجم. یعنی موسی آن زمان در گرسنگی سخت گرفتار شده بود. فجاءته احداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. پس یکی از آن 2 زن که شرمیده راه می رفت نزد موسی آمد و گفت هر آینه پدرم تو را دعوت می کند تا مزد آب دادن گوسفندان را بدهد. چون موسی نزد پدر او آمد و قصه سرگذشت خود را برایش حکایت کرد، پدر او گفت مترس که تو از مردم ستمکار یعنی فرعون و قومش نجات یافته ای. قالت احداهما یا ابت استأجره ان خیر من استأجرت القوی الامین. یکی از آن 2 زن برای پدرش گفت ای پدر، او را مردی کار بگیر. بیگمان بهترین کسی را که میتوانی مردی کار بگیری کسی است که نیرومندی امین باشد و او چنین است. قال اینی اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. پدر دختر شعیب نام داشت. گفت هر آینه میخواهم یکی از این 2 دخترم را زنی تو کنم به شرط آن که 8 سال مردی کاری من باشی و اگر آن را تا 10 سال تمام کنی پس لطف و محبت به سوی توست و من نمیخواهم بر تو سخت گیری کنم. انشاءالله مرا از صالحان خواهی یافت. قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. موسی گفت این قرارداد میان من و تو باشد که هر کدام از این 2 مدت را انجام دادم بر من ستمی نخواهد بود و الله تعالی
بر آنچه میگویم گواه است. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. پس چون موسی آن مدت معین را به پایان رسانید و آن 10 سال کامل بود و با زنش به سوی مصر روان شد. از سوی کوه طور آتش دید و اهل خود گفت اینجا ایستید، همانا من آتش دیدم، شاید از آن خبر یا پاره آتش بیاورم تا گرم شویم. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين. چون موسی نزد آتش آمد، از کناره راستی وادی در آن سرزمینی مبارک از میان یک درخت ندا داده شد که ای موسی، البته من الله برحق و پروردگار جهانیم. و ان الق عصاک فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. از سایت را بیانداز. چون دیدش که مانند مار می جنبد ترسید و گریزان بازگشت و به عقیب ننگریست. الله گفت ای موسی پیش آی و مترس، هر آینه تو از همه ناخوشی ها در امان هستی. اسلک یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء واضمم الیک جناحک من الرهب فذلك برهانان من ربك الى فرعون وملئه انهم كانوا قوما فاسقین. دستت را در گریبان خود فرو کن تا سفید و درخشنده بیرون آید، به هیچ آسیب و تا از وحشت بیارامی دست خود در بغل کن. این دو معجزه، عصا و دست درخشان، از جانب پروردگارت برهان روشن برای فرعون و اشراف قوم است. بیگمان آنان مردم سرکشند. قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون. موسی گفت ای پروردگارم، من یک تن از آنها را کشتم، پس می ترسم که مرا بکشند. و اخی هارون هو افصح منی لسانا فارسله معی رد ان یصدقنی اینی اخاف ان یکذبون. و برادرم هارون به زبان از من فصیح تر است، پس او را به مدد من بفرست تا مرا تصدیق کند. هر آینه بیم آن دارم که دروغگویم می شمارند. قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. الله تعالی گفت تو را با برادرت قوی و نیرومند خواهیم کرد و برایتان حجت قرار می دهیم. پس به سبب نشانه هایی که شما را داده ایم به شما دست نخواهند یافت.
شما و پیروانتان پیروز خواهد بود. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. چون موسی آیتی روشنی ما را نزدشان یعنی نزد فرعون و قوم آورد گفتند این جادوی است برخاسته، ما از نیاگانمان چنین چیزهای نشنیده ایم. وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. و موسی به فرعون گفت پروردگار من به حال آن کسی که از جانب او به هدایت آمده است و عاقبت پسندیده در آن سرای دیگر از آن اوست آگاه تر است، البته ستمکاران نجات نمی‌یابند. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. فرعون گفت ای جماعت من برای شما معبود جز خود نمیشناسم. ای هامان برای من خشت ببست و بلند مناره بساز، شاید که از الله موسی با خبر شوم. هر آینه من دروغگویش میپندارم. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. فرعون و لشکرهایش به ناحق در زمین مصر سرکشی کردند و پنداشتند که بعد مرگشان آنها به نزد ما بازگردانیده نمیشوند. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. پس ما فرعون و لشکرهایش را گرفتیم و به بحر انداختیم، پس بینگر که عاقبت کار ستمگاران چگونه بود. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. و آنان را از آن گونه پیشوایان ساختیم که مردم را به آتش جهنم دعوت میکنند و در روز قیامت کسی یاریشان نمی کند. و اتبعناهم فی هذه الدنیا لعنة و یوم القیامة هم من المقبوحین. در این دنیا از پیشان لعنت یعنی خواری و غضب را روانه ساختیم و در روز قیامت از زشت رویانند و از رحمت الله تعالی محرومند. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. پس از آن مردمی روزگاری پیشین را هلاک ساختیم، یعنی مانند قوم نوح، عاد، ثمود و قوم لوط و اصحاب مدین. به موسی کتاب تورات دادیم که برای مردم بنی اسرائیل عبرت و هدایت و رحمت باشد، شاید آنها از این نعمتهای پروردگار پند گیرند. و ما كنت بجانب الغربی اذ قضینا الى موسى الامر وما كنت من الشاهدین. آنگاه
که به موسی فرمان امری پیغمبری را وحی کردیم، تو ای رسول نه در جانب غربی کوه طور بودی و نه در آنجا حاضر بودی تا گفته شود از آن طریق این خبر به او رسیده است. ولكننا انشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين. ولی ما از آن پس یعنی بعد موسی نسل های را بیافریدیم که عمری دراز یافتند، پس عهد الله را فراموش کردند و امرش را ترک نمودند و تو در میان مردم مدین مقیم نبودی که آیات ما را بر آنها بخوانی، ولی ما بودیم که به سوی تو آن را وحی گفتیم و برای مردم تو را به پیامبری فرستادیم. وما كنت بجانب الطور اذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. ای رسول تو در کنار کوه طور نبودی آنگاه که موسی را ندا دادیم، ولی این رحمت است از جانب پروردگارت تا مردم را که پیش از تو بیم دهنده نداشتند بیم دهی، باشد که آنها پند پذیر شوند و هر خوبی را بجا آرند و از هر بدی دوری گیرند. ولولا ان تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. و چون به سبب اعمالی که کردند مصیبت به آنها رسد میگویند ای پروردگار ما چرا پیامبری بر ما نفرستادی تا از آیات تو پیروی کنیم و از مؤمنان باشیم؟ فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. چون پیامبر راستگوی محمد صلی الله علیه و سلم از جانب ما بر آنان مبعوث شد، کافران قریش گفتند چرا آنچه به موسی از معجزه ها داده شد به او داده نشده است؟ بگو ای رسول برایشان آیا اینها یعنی یهودی ها پیش از این به آنچه به موسی داده شده بود کافر نشده بودند و گفتند که این هر دو یعنی تورات و قرآن جادویند و پشتیبان یکدیگرند و گفتند ما به هر کدام از آنها ایمان نمی آوریم. قل فأتوا بكتاب من عند الله هو اهدى منهما اتبعه ان کنتم صادقین. بگو ای رسول اگر راست میگوید از جانب الله کتاب بیاورید که از این دو یعنی تورات و قرآن بهتر راه بنماید تا من هم از آن پیروی کنم. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم انما يتبعون اهواءهم ومن اضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله ان الله لا يهدي القوم الظالمين.
پس اگر این سخن تو را اجابت نکردند بدان که از پی هوای نفس خویش می روند و کیست گمراه تر از کسی که به راهنمایی از سوی الله از پی هوای نفس خود می رود. هر آینه الله مردم ستمکار را که مخالفت امر او کردند و از حدودش بیرون رفتند هدایت نمی کند. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. برایشان سخن در سخن پیوستیم، یعنی پی در پی آیات قرآن را نازل کردیم باشد که پند پذیر کردند. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. کسانی که پیش از این کتاب یعنی قرآن کتابشان داده بودیم، یعنی یهود و نصارایی که کتاب الله را تبدیل نداده بودند، یعنی تغییر نداده بودند، با آن قرآن و محمد صلی الله علیه و سلم ایمان می آوردند. و اذا یتلی علیهم قالوا آمنا به انه الحق من ربنا انا كنا من قبله مسلمین. و چون بر آنها قرآن تلاوت کرده شد گفتند با آن ایمان آوردیم، بیگمان این از جانب پروردگار ما است و حقیقتا ما پیش از نزول آن هم مسلمان بودیم. اولئک یؤتون اجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. آنها کسانی اند که به سبب صبری که کرده اند دو بار به آنها پاداش داده می شود، زیرا آنها ایمان به کتاب خودشان دارند و نیز ایمان به قرآن دارند. اینها بدی را به نیکی دور می کنند و نیز از آنچه روزیشان داده ایم صدقه می کنند. و اذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه وقالوا لنا اعمالنا ولكم اعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. و چون سخن بیهوده بشنوند از آن روی گردانی می کنند و می گویند کردارهای ما از آن ما و کردارهای شما از آن شما به سلامت بماند، ما خواستاری جاهلان نیستیم. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. آراینا تو ای رسول هر کس را که دوست داری نمیتوانی هدایت کنی، ولی الله تعالی هر کی را بخواهد هدایت میکند و او هدایت یافتگان را بهتر میشناسد. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. مشرکان گفتند اگر از دین تو پیروی کنیم ما را از سرزمینمان برمیکنند. آیا آنها را در حرم امن جای نداده ایم که همه گونه میوه ها در آن فراهم می شود و این رزق است از جانب ما، ولی اکثر مشرکان قدر این نعمت ها را نمی دانند تا شکر الله را بجا آرند.
وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. چی بسا مردم شهر را هلاک ساختیم که در زندگی خود مست و مغرور شده و سرکشی کرده بودند و این خانه های آنهاست که بعد از آنها جز اندک کسی در آنها سکونت نکرد و ما وارث آنها بودیم و آنها را میرانیم و به سوی ما باز میگردند، پس آنها را موافق عملهایشان جزا خواهیم داد. و ما کان ربک مهلک القرى حتی یبعث فی امها رسولا یتلو علیهم آیاتنا و ما كنا مهلک القرى الا و اهلها ظالمون. ای رسول، در زمان تو هرگز پروردگاری تو مردم شهرها را که گرد و اطراف مکه بودند هلاک نکرد تا آنگاه که از خودشان در مکه پیامبر بر آنها فرستاد و او آیات ما را بر آنها بخواند و ما شهرها را نابود نکرده ایم مگر آنکه مردمش ستمکار بودند. و ما اوتیتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. ای مردم، چیزهایی که به شما داده شده است از مال و فرزند برخورداری و آرایش این زندگی دنیوی است، حال آن که برای پرهیزگاران آنچه نزد الله است بهتر و پایدارتر است. چرا نمی اندیشید؟ افمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقیه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. آیا آن کس که او را وعده های نیک داده ایم پس او به آن وعده ها خواهد رسید؟ همانند کسی است که او را از مال این جهانی بهره‌مند کرده ایم سپس در روز قیامت از حاضر شدگان در عذاب خواهد بود. و یوم ینادیهم فیقول این شرکائی الذین کنتم تزعمون. و روزی که الله تعالی آنان را ندا می دهد و می گوید شریکانی را که برای من می پنداشته اید کجایند؟ قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. آنان که حکم عذاب درباره‌شان تحقیق شده است میگویند ای پروردگار ما، اینها کسانی هستند که ما گمراهشان کردیم، از آن رو گمراهشان کردیم که خود گمراه بودیم، از آنها بیزاری میجوییم و به تو میگرویم. اینها ما را نمی پرستیدند بلکه شیطان ها را می پرستیدند. وقیل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو انهم كانوا يهتدون. و برای مشرکان گفته شود اکنون معبودان خود را که شریک الله می پنداشتید فریاد کنید تا شما را یاری کنند. پس آنها را می خوانند ولی به آنها جواب نمی دهند و چون عذاب را با چشم خود ببینند آرزو می کنند که کاش
از هدایت یافتگان می بودند. و یوم ینادیهم فیقول ماذا اجبتم المرسلین. و روزی که الله مشرکان را ندا کند و گوید دعوت پیامبران را چگونه قبول کردید؟ فعمیت علیهم الانباء یومئذ فهم لا یتساءلون. در این روز خبرها بر آنها پوشیده شود و از یکدیگر نیز نتوانند پرسید. فاما من تاب و آمن و عمل صالحا فعسى ان یکون من المفلحین. اما آن کس که توبه کرد از مشرکان و ایمان آورد و عمل صالح به جای آورد، پس امید است که از رستگاران باشد. و ربک یخلق ما یشاء و یختار ما کان لهم الخیره سبحان الله و تعالی عما یشرکون. پروردگار تو هر چی را که بخواهد می آفریند و اختیار می کند، ولی آنها را هیچ توانی اختیار نیست. پاک است الله و از هر چی برایش شریک می سازند برتر است. و ربک یعلم ما تکن صدورهم و ما یعلنون و هو الله لا اله الا هو له الحمد في الاولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. و پروردگار تو هر چی را که در دل پنهان داشتند یا آشکار کردند می‌داند. اوست الله یکتا، هیچ معبود بر حق غیر آن نیست. ستایش خاص اوست، چی در این جهان و چی در جهان دیگر، و فرمانی اوست و همه شما به سوی او بازگردانیده می شود. قل ارأيتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامة من اله غير الله يأتيكم بضياء افلا تسمعون. بگو ای رسول خبر دهید مرا ای مردم، چی تصور میکنید اگر الله شبتان را تا روز قیامت طولانی سازد؟ جز او کدام الله هست که شما را روشنی ارزانی دارد؟ مگر نمیشنوید؟ قل ارأيتم ان جعل الله عليكم النهار سرمدا الى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. بگو برایشان خبر دهید مرا، چی تصور میکنید اگر الله روزتان را تا روز قیامت طولانی سازد؟ جز او کدام معبود است که برای شما شب آورد که در آن بیاسایید؟ مگر نشانه ها و آیات الله را نمی بینید؟ ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. و از رحمت او آن که برای شما ای مردم شب و روز را پدید آورد تا در آن شب آرام بگیرید و در آن روز به طلب روزی برخیزید، باشد که شکر گویید. و یوم ینادیهم فیقول این شرکائی الذین کنتم تزعمون. و روزی که الله آن مشرکان را ندا دهد و برایشان بگوید شریکانی که برای من در دنیا میپنداشتید کجایند؟
ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. و از هر ملت شاهد بیاوریم و گوییم دلیل خویش بیاورید، پس آنگاه بدانند که حق از آن الله است و غایب شود از نظرشان آن بهتان را که به دروغ می‌خوانند. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. هر قارون از قوم موسی بود که برای آنها ستم کرد و به او چنان گنج‌های دادیم که بیشک حمل کلیدهایش بر گروهی از مردم نیرومند دشوار می‌نمود. آنگاه که قومش به او گفتند به خاطر این همه مالت مغرورانه شادی مکن، به درستی که الله تعالی کسانی را که شادی میکنند و مغرور میشوند و شکر الله نمیکنند دوست نمیدارد. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. در آنچه الله به تو ارزانی داشته است سرای آخرتت را بجوی و بهره خویش را از دنیا فراموش مکن و همچنان که الله به تو نیکی کرده است با دیگران نیکی کن و در زمین از پی فساد مرو که هر آینه الله تعالی فساد کنندگان را دوست نمی دارد. قال انما اوتیته على علم عندي اولم يعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد منه قوة واكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. قارون در جواب نصیحت قومش گفت همانا آنچه به من داده شده است از این گنجها به سبب دانش من بود. آیا قارون ندانسته است که به تحقیق الله پیش از او نسل‌های را هلاک کرده که قوتشان از او افزونتر و شمارهشان بیشتر بوده است و این گناهکاران را که گناههایشان معین است از گناهشان نمی پرسند بلکه حالت آنها را می دانند و آنها را عذاب می دهد. فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. پس روز قارون با آرایش و زینت خویش بر قومش بیرون آمد. کسانی که خواهان زندگی دنیا بودند گفتند ای کاش آنچه که به قارون داده شده ما را نیز می بود و درستی که او از بهره بزرگ برخوردار است. وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون. و کسانی که به آنها دانش یعنی علم شریعت داده شده بود گفتند وای بر شما از الله بترسید و او را اطاعت کنید که ثواب الله برای کسی که ایمان آورد و کار شایسته انجام دهد بهتر است
از آنچه به قارون داده شده است و این نصیحت را بجز صبر کنندگان کسی دیگر نمیپذیرند. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرین. پس قارون و خانه‌اش را در زمین فرو بردیم و در برابر الله هیچ گروه نداشت که یاریش کند و نیز خود یاری کردن خویش نمیتوانست. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. و کسانی که دیروز آرزو می کردند که به جای او باشند می گفتند عجبا که الله روزی هر کس را که خواهد فراوان کند یا تنگ سازد. اگر این عام و فضل الله بر ما نمی بود البته ما را هم زمین مثل قارون فرو می برد. عجبا که کافران نه در دنیا و نه در آخرت نجات نمی‌یابند. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. این سرای آخرت را از آن کسانی ساخته ایم که در این جهان نه خواهان برتری جویی هستند و نه خواهان فساد و سرانجام نیک که جنت است از آن پرهیزگاران است. من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. هر کس که کاری نیک بجای آرد پاداش بهتری از آن دارد و هر کی گناه کند پس بداند کسانی که مرتکب گناه می شوند جز به اندازه عملشان جزا داده نمی شوند. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. با درستی که آن الله که قرآن را بر تو نازل و فرض کرده است رسانیدن آن را تو را به جایگاهت یعنی مکه باز می‌گرداند. بگو ای رسول برای مشرکان پروردگار من بهتر می‌داند که چی کسی بر راه راست و چی کسی در گمراهی آشکار است. و ما كنت ترجو ان يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين. اگر رحمت پروردگارت نمی بود امید آن را نداشتی که این کتاب بر تو داده می شود. پس شکر الله را بجا آر بر آن نعمتی که به تو ارزانی نموده است. پس هرگز نباید پشتیبان کافران باشی. ولا يصدنك عن آیات الله بعد اذ انزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. پس از آن که آیات الله بر تو نازل شد تو را کافران از آن بیراه نکنند. مردم را به سوی پروردگارت بخوان و هرگز از مشرکان مباش. ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو
كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. با الله یکتا معبود دیگری را مخوان. هیچ الله برحق جز او نیست. هر چیز نابود شدنی است غیر روی ذات او. فرمان اوست و همه به سوی او بازگردانیده می شود و حساب و کتاب گفتار و کردارتان را بازرسی می کند و در میانتان عادلانه داوری خواهد کرد. شما سوره قصص یعنی داستان را شنیدید. از قرآن کریم و ترجمه معنای آن در روش تفسیری میسر به زبان تاجیکی. این ترجمه معنای پره و کاملی قرآن را نمی‌دهد. این تنها ترجمه معنا است و هر جای اگر مؤلف کتاب و یا ما به خطا راه داده باشیم الله ما را ببخشد. آمین.